مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره نجات یک ساکن دوشنبه که در داخل لیفت ویران شده در مانده بود خبر داد. گفته می شود که روز یکشنبه 24 دکامبر سال 2023 ساعت 15:48 دقیقه به رقم 112 به کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که یک مرد در داخل لیفت بنای بسیار قبطه در کوچه علیشیر نوایی بنای 58 در مانده است. به جای حادثه گروه نوبتداران ریاست ولایت‌های فوق‌العاده پایتخت فرستاده شدند. ضمن ارزیابی فوری حالت پیش آمده در جای حادثه از جانب نجات بخشان معاین کرده شد که لیفت به دلیل مشکلات فنی در بین دو قبط بنا منع شده است و یک ساکن این بنا در داخلش درمانده است. نجات بخشان با کمک تجهیزات گیدرولیکی که در کابین لیفت را گشوده و ساکن درمانده را از داخل لیفت بیرون آوردند. او به کمک طبی نیاز نداشت. بسیاری از لیفت ها در بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان از زمان شوروی باقی مانده به نهایت فرسودگی رسیدند. به این دلیل وقتهای آخر حادثه های از کار ماندن لیفت و در درونش در ماندن شهروندان زیاد به گوش می رسد.